سرخط مهمترین خبرها: قطع پروازها از 3 فرودگاه روسیه، پناهجوی تاجیک بعد اخراج شدن از اروپا 8 سال گرفت و چین به اقتصاد تاجیکستان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 7 ایول سال 2025 است. وزارت نقلیات روسیه خبر داده است که شام 6 ایول قریب 400 پرواز از فرودگاه‌های شرمیتو مسکو، پولکو سنت پترزبورگ و چکالوو نیژنیگورود بیکار یا به تأخیر افتادند. به اطلاع منبع، سبب پیش آمدن این وضع حمله پهپادها از اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه ادعا کرده است که وضعیت زیر نظارت بوده، شرکت‌های هواپیمایی توانی رسیدگی به مشکل را دارند. با گزارش رسانه‌های روسیه، شهروندان مجبور شدند برای سفر از شهر سنت پترزبورگ به مسکو از قطار استفاده برند. بلیط قطار در این مسیر کم یافت شده است. کارشناسان در صحبت با نشریه کامرسانت گفتند چون این حالت یعنی بیکار یا به تأخیر افتادن پروازها میتواند برای شرکت‌های هواپیمایی قریب 20 میلیارد روبل ضرر رساند. وزارت دفاع روسیه خبر داده است که روز یکشنبه 48 پهپاد یا درون اوکراینی را نابود کردند. در همین حال تابلو فرودگاه دوشنبه هم صبح 7 ایول نشان می‌دهد دست کم 3 پرواز از شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ به تأخیر افتادند. فرهاد نعمتوف، یک پناهجوی تاجیک که اخیراً از سوئیس اخراج شده بود، با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر به 8 سال زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت آخری ماه می برآمده است. نظر محکوم شده دسترس نیست، اما نزدیکانش میگویند فرهاد نعمتوف هرگز عضو هیچ حزب و گروه نبوده است. نزدیکان نعمتوف میگویند که برای مشکلاتی بیشتر نشدن از بالای حکم شکایت نکردند. فرهاد نعمتوف ماه دکمبر سال 2024 با 3 دختر خردسالش از سوئیس به تاجیکستان اخراج شد و قبلا با زن و فرزندانش در اوکراین میزیست و بعد از آغاز جنگ روسیه به شهر هیاتربرگ سوئیس رفت. در اینجا چند دفعه به گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعت کرد، اما پاسخ رد گرفت. اخراج این خانواده از سوئیس انتقاد حامیان حقوق را به میان آورد. اخیراً وکیل دفاع فرهاد نعمتوف در سوئیس از بالای قرار اخراج او به دادگاه حقوق بشری اروپا شکایت برده است. نزدیکان نعمتوف میگویند که اخیراً با او در محبسی معروف به یکم سوئیس که دوشنبه واخوردند. به گفته نزدیکانش، نعمتوف حالا تنها درخواست دارد که او را به محبس خوجند انتقال دهند تا دیدار بینی با نزدیکان آسان‌تر شود. این بار اول نیست که پناهجویان تاجیک بعد اخراج از اروپا در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم می‌شوند. چین از سال 2007 تا اول سال 2025 به اقتصاد تاجیکستان 5.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. این آمار را سلطان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان، 30 ایون در جلسه پارلمان اعلام کرد. مجلس نمایندگان این هفته سازشنامه سرمایه گذاری با چین را تصویب کرد. با گفته سلطان رحیمزاده، فعلا در تاجیکستان زیاد از 700 شرکت با سرمایه شرکت‌های چینی فعالیت می‌کنند. سلطان رحیمزاده در حضور وکیلان از چین به عنوان یک از کشورهای اساسی سرمایه‌گذار به اقتصادیات تاجیکستان ستایش کرد، ولی درباره شکایت ساکنان محلی از شرکت‌های چینی چیزی نگفت. مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمانی تاجیکستان 30 ایون سازشنامه میان دوشنبه و پکین درباره هوسمندگردانی و حفظ متقابله سرمایه‌گذاری را تصویب کرد. این سند سال 2024 در جریان سفر رئیس جمهور چین سی جین پینگ به دوشنبه امضا شده بود و در دایره آن تاجیکستان و چین به سرمایه‌گذاران دو کشور امتیازهای زیادی دادند. شرکت‌های چینی در بخش‌های استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان حضور گسترده دارند، اما بعضی ساکنان محلی از کار شرکت‌های چین ناراضی‌اند. ایلان ماسک، میلیاردر و متحد پیشین پرزیدنت دونالد ترامپ، از تأسیس حزب نو در آمریکا خبر داد. ماسک شام 5 ایول در شبکه ایکس یا توییتر نوشت: امروز حزب آمریکا تشکیل شد تا آزادی شما را به شما بازگردانیم. اما میلیاردر درباره ثبت نام حزب نو چیزی نگفته است. ماسک، ثروتمندترین شخص جهان، 4 ایول در روز استقلالیت آمریکا در شبکه ایکس نوشت: روز استقلال زمان مناسب است تا پرسیده شود آیا خواهان استقلال از نظام دو حزبی هستید یا نه. با گفته ایلان ماسک، در این نظرسنجی 1.2 میلیون کس شرکت کرده، بیشتر آنها با تأسیس حزب نو در آمریکا پاسخ مثبت دادند. ایلان ماسک خبری تأسیس حزب خود را یک روز پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ قانون درباره کاهش مالیات و خراجات‌های دولتی آمریکا را امضا کرد. ایلان ماسک یکی از منتقدان سرسخت این قانون بود و آن را خرابکارانه نامید. دونالد ترامپ روز 1 ایول پیشنهاد کرد که اداره مؤثریت کاری حکومت امتیازهای برای شرکت‌های ایلان ماسک داده شده را بازبینی کند.
در دوشنبه نسخه های نادر خطی آثار حافظ شیرازی شاعر معروف فارسی زبان به نمایش گذاشته شد. این همان آثاری بود که از 11 تا 14 ایان در قرارگاه یونسکو به مخلصان حافظ شیرازی پیشنهاد شده بود. همکارم شعله عبدالله نیز مهمان این چاره‌بینی بود و گزارش او را با هم می‌بینیم. این یکی از قدیمترین و گرانترین نسخه های مصور دیوان حافظ است که با نقش و نگار مینیاتوری و آرایش رنگ و رنگ فرق می‌کند. ادبیات شناسان آن را نمونه برجسته همگرایی شعر و نقاشی عنوان کردند. نسخه های نادر خطی آثار حافظ شیرازی که از 11 تا 14 ایون در قرارگاه یونسکو به نمایش گذاشته شد، اکنون در دوشنبه است. در نمایش آثار خیلی گرانبهای حافظ که در طول عصرهای متمادی کتابت شده است گذاشته شده است و اصلا این نمایش همان دوام نمایشی آثار حافظ که در پاریس چند پیش گذشته بود دوام همان است و ما از مرکز میراث خطی 15 نسخه خیلی منحصر به فرد دیوان حافظ را فرستاده بودیم. نماینده‌های ما در دفتر یونسکو آن را به نمایش گذاشته بودند که هزاران نفر آدمان از آنها دیدن کردند. 700 سالگی حافظ شیرازی را امسال در قرارگاه یونسکو در پاریس تجلیل کردند. نسخه های خطی آثار او را به نمایش گذاشتند و کنفرانس بین‌المللی با نام شام 6 مقام و کنسرت ارکستر فیلارمونی پاریس شرق و سرایندگان تاجیک دایر شد. نمایندگان پژوهشگاه میراث خطی میگویند زیاده از 200 دیوان حافظ را در گنجینه خود نگاه می‌دارند. خوشی است که در مرکز ما دستخط‌های خیلی نادر حافظ هست. موجود دستخط‌های مصور حافظ است، دستخط‌های قدیم است و یک نسخه از همه قدیمتر در ما است که فقط 48 غزل حافظ کتابت شده است در این نسخه و امروز اون را مردم از نزدیک دیدن و همچنان دیگر در مجموع زیاده 200 دیوان حافظ در گنجینه دست‌نویس‌های ما محفوظ می باشد. این کتاب با سبب آسیب پذیر بودنش به نمایش یونسکو برده نشد. اینجا اشعار حافظ در حاشیه کلیات عبیدی زاکانی آورده شده است. این نسخه از قدیمترین نسخه اشعار حافظ بوده و ظاهراً سال 1405 میلادی ترتیب داده شده است. نسخه اثر حل لغات را نیز اینجا دیدن ممکن بود که فرهنگ شرحی کلمه‌های دشوارفهمی دیوان حافظ است. این کتاب را برای تحقیقات ادبی و فهم دقیق لفظ شعر حافظ منبع ارزشمند می‌نامند. در دایره نمایش از گنجینه نسخه های خطی مرکز 15 نسخه ارزشمند دست‌نویس، یک کتاب چاپی سنگی و 10 قطعه خطاطی اشعار حافظ پیشنهادی دوستداران ادبیات شد. نمایش به دلیل ویران نشدن نسخه های نادر همگی یک روز با اشتراک محدودی تماشابینان برگزار شد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 ایول را فرا می‌گیرد. هفتم ایول سال 2016 فعالیت کمیته امداد امام خمینی بسته شد. این تشکل از آخرین مؤسسه‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود که کارش در تاجیکستان در پی بسردی و تنش‌گراییدن روابط سیاسی دوشنبه و تهران قطع شد. 7 ایول سال 2014 مقامات تاجیک در یک مراجعت بی‌سابقه از جوانانی که در خارج می‌جنگند دعوت کردند که بدون یگان ترس تعقیب به تاجیکستان برگردند. این زمانی بود که خبرها از پیوستن برخی افراد به گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌رسید. مطبوعات و مخالفان بعد این چندین بار از اجرا نشدن وعده مقامات انتقاد کردند. 7 ایول سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان از ترک مکتب کردن 50,000 خواننده اظهار نگرانی کرد. این نهاد گفت که فقر و ناداری یک دلیل اصلی از مکتب کنار ماندن اطفال بوده، شمار دختران در میان آنها بیشتر بوده است. 2 سال بعدش قانون مسئولیت پدر و مادر قبول شد که والدان را برای از مکتب دور ماندن کودکان جزا می‌دهد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 123 سوم برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 965 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 7 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. خدا نگهدارتان.